رسول الله گفتند دجال ها می براید، یعنی فریب دهنده ها می برایند. قریبا من 30، اینها قریب که 30 نفر هستند، قریب که 30 نفر تا روز قیامت 30 دجال دیگر می براید. این 30 دجال، این 30 نفر گمان میبرند این که اونها پیغمبر هستند، در اصل کذابون، اینها دروغ میگن. بعد من دیگر پیغمبری خاتمه شد. و الحال ما و شما آگاه هستیم، یک برنامه در مجله بود که در خودجندم یک پیغمبر برآمد. شما آن مجله را خواندین که وی هم دعوای پیغمبری کرد و قبلش جدا کرد و گو بر من چندین آیت ها آمده است به نام آیت کارپرتایی،